خب دوست عزیز ریشته ریش یک دور بس سرطی بده بالا دیگه مخصص علی آقا الان برایش تو دلم بود یه شده ما رو بگیم باید دیگه لطف خدایه بعض موقع واقعا نگاه کن اصلا موندم ها ولی چقدر داد زدم واقعا تو دلم دیگه خدا روزی رسونه همگردا مانه واقعا شما امروز دست میگیری با بالا میگه خدایا خودت درست کن خودش بره درست میکنه علی جان الان دوست داری علی آقا پاک بشی ما تازه برای بشیم الان چند ماهه چند وقته چند روزه چند هفته الان خودت آمدی شروع کردی الان چطوریه نظر خودت چون که سوال میکنم دوست دارم پاک بشی دوست ندارم که ببینمت به همین وضع بخی زندگی بکنی سطح بده بالا این ما که به چای دنیم دور بر شما دوست داریم همه تا پاک بشین چون موقع که با خانواده موقع که راه نمیری صحبت میکنی چیز دیگه ایه موقع که پاک میشی خودت اصلا کیف میکنی چاق میشه هم جواب سلامه که دو مردم بودن میگه چیزا اصلا درد شده یا محمد آقا دو ماه که داریم میان یا آقا خودترین جوان میشه آره واقعا هم همینجور هم هستی حالا او هفته آمدیم بند خدا واقعا دیگه خیلی خراب بود اصلاحش کردم اینا باز ما میگفتیم بابا نیفتیم بابا نه نمیفتم ها دیگه تو حتی بهش گفتم اگه دوست داری بیام یا الان ببریمت کم با خرج خودمان خب دیگه بعضی موقع تا خودت نخیر آره ها دیگه تا خودت نخوای ریشت با یک بزنم هر مدر خودت میدونی بگی کلگم باش بده بالا بسنش این ها ریشت بره بزنم ریشم باشه ولی این یکم سایه داره سایه بنزن بره بده بالا سرت بره بالا بهتره تو باید مسایی و اینا بنزن بره این سرت میگه پایین یک جور دیگه دیده میشه اینجا سرت اینجوری گرده تو میبینید سرت میگه پایین اینجور که مخه در نمیره
حالا تعریف کن صبح کار ما شغل آزاد در پنجره یکی داشتم. چطوریه که حالا ما او هفته یک بابایی ره بده بالا قشنگه او هفته جدید دیگه من قبل میشم تو آجانس ماشین بود مغازه‌دار بودم هزار تا شغل آفرین. خب میدونید بده بالا قشنگ زمانیه که پاک میشی باید دیگه کار و اینات قرص بگیری ما میم لحظه که همین خانه بیکاری بود بگم دیگه چون جلسه در اولویت ما معتادا بود که اولین کار جلسه بود بره جلسه نگر میداره ولی ما او مبادر بیشتر دوست داره یعنی از زن و بچه بیشتر دوستش داره تخوردون رو بعضی از خدا انتشه مگم دیگه دارم مگم دیگه کارو که جلسه کار خانواده این مثلث خود مشغولیه که بایدیه شایدی نیست بخیر پیشین ما نه راحت باش ما نشستم داره زیر گلوت و اینا رو بزن ما هرچی به علی آقا میگیم سرتو بده بالا نمیده دیگه حالا ما بقول بنده خدا کدوم ما خود ما میشیم پس حریفتونه حریف خود ما که میشیم که میخوایم خوشگلت کنه ما بارون صدات قشنگ بوده الان هم هستا چه چیزه بخوام الان حسی نیست الان بگوز که حالت خوب بود ایشالله یک جلسه بود حالا یک تیکه کوچولی هم دیگه بره به جای با خدا الان نشن هم گرد خودت ما براش آرزو میکنم که این میره مواد رسه بشه میره مواد واقعا ریشی کم میشه ما که واقعا هیچ برلا درون دوار باید در سریعت میگه بفهمن که آخرش این کار و موقعی که همین دران خیلی خوشگل شده بسید یک سال دیگه یک جوان پاسی کارم انشالله همه پاک بکنیم ببینی کار زیاده علی آقا باید یه خورده خودت همت کنی تا خودت حرکت نکنی هیچ چی درست نمیشه فقط اول باید خودت یک حرکتی رو داشته بشی اینجا گاز میگیره دیگه نمیخوای پا نه کار ندارم نه چون حیفه بعضی موقع نمیتونم واقعا باید یکی هلشان بکنم میدونی که دستشان میگیره خب حالا ما میدیم همون کارو کنیم بعضی موقع افرادی هم که باید همیشه ما رو بار خودم واقعه هم چی بگم بود واقعه معلوم نیست باید حالا که ما آمدیم اگه خود دوست داشته بشی شماره تلفن بهت بدم زنگ بزن اون سر دنیا هم که نمیشی میم دنبالت مبارم چی؟ کاج میشه کارتون خوابی مگه علیکی الان قرآن یک کیکونی شاوه 100,000 تومن علیکی یک کیکونی شاوه هست سیبیلات هم آدم دارم مواد تصدیقی دیوانگی مرد اسم نکرده آخرش هم چیه همه تلفبار هم ازد دنیا خوبی هم بکنی به چشم میگه
نکنید شما هم گفتن نکنید. الان باید شما با ما میگی نکنن آره؟ اصلا منم ور نمیداره. نگاه کن ما یک آدم بودیم که اگه مسافر مخور سر مثلا یا مگفت بیا تو سوگله مگفتم نه سر خیام مگفت 2 برابر کرایه بدیم مگفتم نه. الان چیکار مونیه دیگه؟ الان فعلا در حاصل کارتون بسر میداریم. خب الان درسته حالا خب بده بالا بگیر الان خب خرجته خیلی یعنی هم ضایعات جمع میکنی ضایعاتی کمک میگیری دم ایستگاه کارگره ولی ما دوست داریم که سری بدنیه ببینیم پاکی. حالا اگه دوست داشته باشی ما خود ما مبرمه همین الان اراده بکنی یک تلفن زنگ بزنیم به چهام میان از کم میگیم برداره ببرن 15 روز اونجا بشی پاک بشی بیه بیرون. خورد و خوراک همه چیستم با پای خودمونه با پای کس دیگه نیسته. در حال دوست داری ما حالا یک 2 تا دیگه هم درد دیگر اصلاح کنیم بعد میگیم که دوست داشته بشی یک ندایی بهت بده مگه واقعا خودت دوست داشته بشی میگی آقا ما رو ببره. خب یک نگاه بکن خودت قربونه